سلام خدمت شما دوستان عزیز، من پرهام گیم پلی هستم. اومدیم سراغ بازی کالاف کلکل مود وان شات. کانال ما رو دنبال کنید، ما رو به دوستاتون معرفی کنید و برو بریم سراغ بازی و ببینیم چه خواهد شد. خیلی دوستتون دارم، خیلی عشقیم و یه دونه. خب برویم سراغ بازی و ببینیم چه خواهد شد. کار رو باید جمعش کنیم. حل 1-0. کیف کردین؟ نه کیف کردی چجوری اونجوری براتون تاکتیکی کار کردن؟ این چقدر حرفه‌ای رو کار میکنه، قشنگ تکاف میکشه. ولی نمیده منم تکاف بکشم. بله داشتم میگفتم اون زمان که من تکاف میکشیدم، تکاف هنوز اختراع نشده بود. دست شما درد نکنه دیگه. قشنگ زد، ما چسبیدیم کف زمین. خب برویم. خب بیا بیرون ببینم. ای بابا یارو زد، قشنگ ما چسبیدیم کف زمین. 2-2. عالیه برو برویم. بیا بیرون دیگه. کجایی تو؟ فکر کنم یارو اینجا قایم شده. نه ای وای، من چجوری یه لحظه فینیشر اومده. یعنی اگه زرنگ بودم اون یه لحظه میزدم فینیشر تمام بود. خب 3-2. حل 3-3. 3-3. کار جمع بچه ها. ولی قبول دارین اسنایپ هم توی کالاف خیلی باحاله. وای اینو دیگه نباید اینجوری میرفتن. از کدوم سمت میای بیرون؟ قشنگ زد، چسبیدیم کف زمین. خب 4-3. فکر کنم یه لحظه با گوشه چشم دیدمش، واقعا از همونجا داره میاد بیرون. 4-4. خب برویم. بابا بیا بیرون دیگه. تام و جری مگه داریم بازی میکنیم؟ یا تو قایم میشی یا من فکر کنم یه جا وای میسا تو بیای. خب حل خیلی عالی. خب 5-4.